می آید. به عاشقی از طرف نیست. عاشقان گرچند محتاجان روی دلبرند، دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند. اگر عشق تو حقیقی باشه والله امام حسین هم به تو عاشقه، کربلا هم به تو عاشقه، مکه و مینه هم به تو عاشقه، امام زمان هم به تو عاشقه، زهرا هم به تو خانم مسلمان عاشق است. گفت آماده باشین آقا به دیدن شما می آید. من در عالم خواب رفتم رفقا را جمع کردم، مرتب در میان اتاق نشستیم. یک مرتبه دیدم در اتاق باز شد، آفتاب آسمان در زمین طلوع کرد، میخواستیم از جا حرکت کنیم. آقا صدا زد شما شیخ عباس خواهش میکنم از جا نخیزید، شما از راهی دور آمدید، شما گرد و غبار مسافرت و رخسارتان نشسته، شما خیلی قدر دارید. آقایان عزیز از جا نشستی، جوانها را میبینم زیر باران نشستن ایستاده شدن، هر جا نشستی صدا بزن آقا امام حسین این مردمم روز ششم محرم به عشق تو آمدن، به عشق خانت آمدن اینجا. آقا نشست صدا زد شیخ عباس چاوشی من نیامدم مگر برای سه مطلب. مطلب اول این است کسی که عاشقانه با معرفت به زیارت ما بیاید ما به زیارتش میاییم. این اول است، کسی که عاشقانه به زیارت ما بیاید ما به زیارتش میاییم. یک. دوم شیخ عباس میدانم در اون مازندران او تکیه خانه است، حسینیه است، او پیرمرد با ایمان نمازش ترک نمی کند، غیبت مردم نمی گوید، عاشق مکتب اهل بیت است، اما دم دروازه کفش برداری می کند. خدا میداند عزیزان یک شب حرم امام رضا بودم، خیلی شلوغی بود، آمدم دیدم کفش بردارای امام رضا را آنقدر مؤدبانه کفش برداری میکنه، آنقدر گرد و غباری زواری امام رضا را سرمه چشم خود میکنه. ایستاده شدم گفتم بابا این پیرمردها 1 ساعت کار کنه، 2 ساعت کار کنه، 6 ساعت کار کنه، اما چقدر اینا حوصله داره. بعد با خود گفتم آنچنان اینا عشق داره، آنچنان علاقه داره، هر سفاری که میآید سلام میدهد. امام رضا عجیب آقایان گفت سلام مرا به او پیرمرد برسان. به شما امام حسین سلام رسانده. این مطلب دوم. مطلب سوم ای شیخ عباس هر وقت کربلا آمدی، هر وقت دیدی شب جمعه بود، هر وقت شب جمعه بود، تقاضا دارم خواهش دارم نوحه علی اکبر نخوان. صدا زدم آقا جان مگر من غلط خواندم، مگر من اشتباه خواندم، مگر دروغ بود؟ باز دیگر گفت شیخ اگر آمدی شب جمعه بود تقاضا دارم نوحه علی اکبر نخوان. اخترای گلوی امام حسین گرام صدا زدم آقا مگر اشتباه خواندم؟ گفت نه تو اشتباه نخواندی، اما نمیدانی که شبهای جمعه مادرم زهرا کربلا میآید. شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گردد به دور خیل گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد.
مادرم زهرا طاقت نداره مصیبت علی اکبر رو بشنوه، فقط کلمه ختم من است. الهی به حاجت نری امروز انشاءالله. امروز اخیر سال 80 من توی فقط 2 جمله رو عرض کنم. علی اکبر روز عاشورا میدان رفت، اجازه از بابا طلب کرد، خسته شد چند تا از ظالمان به درک واصل کرد، از پشته ها ساخت، اسلحه در بدن جوان سنگینی کرد، آمد برگشت کنار خیمگاه، سلام کرد به بابا جان من جمع کردم جایزه میخواهم. امام حسین چه گفته اینجا؟ چه نکته زیبایی نهفته. اما جایزه علی اکبر چیه؟ بابا جان من تشنه شدم، اسلحه در بدن علی سنگینی کرده، من جرعه آبی طلبم. الله، جوان در یک عمر از بابا چنین چیز طلب کنم، اگر بابا دادن نتانه چطور میشه دیگه؟ اینجا امام چه پاسخ بده به جوان خود؟ صدا زد نور دیده، بیا زبانت رو در دهن بابا بگذار. اینجا ارباب مقاتل به اختلاف نقل کرده، یعنی یکی میگوید امام حسین نمیخواست جواب بدهد که آب ندارم، نمیخواست جواب بده آب ندارم، خواست برای او عملا بفهمانه. وقتی که علی اکبر نزدیک آمد زبان به دهن بابا گذاشت، صدا زد بابا جان دهان تو از دهان من خوشتره. اما یکی از ارباب مقاتل الله بگویم، یکی از ارباب مقاتل که خوش اینجا مفهوم رو برداشته، چه تعبیری زیبا داره. میگه امام حسین هر کسی که جوان داره تا طفل است صورتش رو میبوسه، در بغل خود میگیره، صورت بوسه میزنه، لبهای کودک بوسه میزنه، ولی هر قدر این بچه بزرگ شد بابا خیلی او را دوست داره، اما حیا مانع میشه صورت جوان بوسه بزنه. امام حسین دنبال بهانه میگشت چطور در آخر لحظات لبهای علی را بوسه زند. صدا زد نور دیدم 8 سالم علی اکبر، بیا زبان به دهن بابا بگذار. همین که زبان به دهن بابا گذاشت آقا لبهای علی را بوسه زد، میدان رفت. یک مرتبه صدای علی اکبر بلند شد، بابا جان پسرت رو دریاب، نمیدانم آقا به چه وقت میدان رفت. بالین سر جوانش رفت، دست به کمر گرفت، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بندر خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. سر علی را به دامن گرفت، علی اکبر توصیه دارد، صدا زد بابا جان من شهید شدم از دنیا میرم، اما یک وصیت دارم، وصیتم اینه بابا جان، و امام زین العابدین برادرم توصیه کن، وقتی شهدا را دفن میکنه مرا پای تو دفن کنه. نور دیدم چرا این توصیه را میکنی؟ بابا جان الهی آرزو من را خدا برساند. کسانی که رفتن قبر امام حسین 6 گوشه، یعنی علی اکبر پای آقا دفن شدن. صدا زد بابا جان دوست دارم هر وقت زوار قبر تو بیاید، اول پا را توی چشم علی اکبر بگذارد، دستور بدی بابا با آبی بیمارت مدفون شوم پایین، در رأس و شما باشید. آن دم که بیایم دوست در کعبه آزادی، با نسل جوان گویم در اوج خدا باشید. باسم کلابیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، رو به قبله هر کجا نشستی، از عمق دل روز اخیر سال 80
اولاد ماست، انشاءالله دعا رد نمیشه. این چشمان اشکالود، قلبهایی که آماده شده، یا الله محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، بسات المعصومین من اولاد الحسین. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي القيامة شفاعة الحسين. اللهم اجعلنا من زائرين الحسين واجعلنا من محبين الحسين. خدایا روز اخیر سال 80 این ملت است، اگر در سال 80 به اون جایی که باید میرسیدیم نرسیدیم، خدا اگر قصر و قصور و تقصیر در عمل کردها داریم، چرا به آبروی امام حسین، چرا به فرق شکافته علی اکبر قسم، چرا به دلی سوخته زینب کبرا قسم، گناهان همه ما گریزان، آبرومون مریضان. خدایا سال جدید به هممون مبارک بگردان، توفیق خدمت، ترک معصیت، انجام واجبات به هممون مرحمت فرما. خدایا این جوانان ملت عزیز ما، اینا عاشقان مکتب اهل بیتن، اینا را به دام شیاطین گرفتار مگردان. یک آن لحظه ما را به حال خودمان و مگذار. توفیق ترک معصیت، دوری از شهوات نفسانی به هممون مرزوق فرما. آرزومندان زیارت امام حسین به کربلا مشرف فرما. خداوندا باران رحمت خود را به سرزمین افغانستان بباران. در سال جدید و سال نو از در و دیوار و آسمان و زمین این مملکت باران رحمت بریزا، برکت شامل حال ما بگردان. نعمت تندرستی، صحت و سلامتی، امنیت مملکت مستدام فرما. کسانی که التماس دعا کردن، مریض دارن، قرض دارن، مسافر دارن، فرزند طلبن، هر حاجت مطلبی دارن، خدایا حاجات مشروعشون برآورده بگردان. خدایا این مردمی که با یک دنیا عشق علاقه راهی دستگاه شدن، زن و مردی که در این هوای مرطوب و بارانی تشریف فرما شدن، خدایا این ملت را از مکتب امام حسین، مکتب غیرت علی عبدالله کامگار برم گردان. الزامها بر صراط نلرزان، در هر ورطه دربان پیغمبران به دادمان برسان. جوانان ما را در هیچ میدان از میادن روزگار، در میدان علم و فرهنگ و تمدن، در میدان تقوا و نماز و فضیلت، در میدان کار و کسب و تجارت، در میدان خدمت به مملکت خودت یاری بفرما. خدایا سردمداران این مملکت که کمر همت برای خدمت بستن، خودت یاری بفرما. جنایتکاران ظالمین ریشه‌کن گردان، قلب مقدس آقامون امام زمان از ما راضی فرما. چشمان خیره ما را به جمال آقامون منور گردان. اللهم اقض حوائجنا الشرعیه، ظاهریه والباطنیه، دینویه والاخرویه، حق محمد و آله خیر البریه. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.